چت جی پی تی یه قابلیت جدید داده به اسم شاپینگ ریسرچ. خیلی‌ها میگن باعث مرگ سئو میشه. بریم تستش کنیم ببینیم درست میگن. فرض کنیم میخوایم لپتاپ بخریم، میایم از اینجا شاپینگ ریسرچ رو انتخاب میکنیم و سرچ میکنیم. ازمون میپرسه که بودجهتون چقدره. اشتباه ریال نوشته ولی ما تا 80 میلیون رو انتخاب میکنیم. بعد میگه مهمترین کارتون چیه؟ میگیم که برای وبگردی و آفیس میخوایم. بعد ازمون میپرسه که کدوم برند مد نظرتونه که اینجا ایسوس رو انتخاب میکنیم. بعد از اون اندازه صفحه نمایش رو میپرسه که ما 15 و 6 رو انتخاب میکنیم. در نهایت میره برامون از بین تمام کسایی که این محصول رو میفروشن میگرده و بررسیاش رو انجام میده و طبق اون نیازی که ما داریم یه راهنمایی بهمون میده. اولش اومده به عنوان بهترین انتخاب لنوو الوکیو رو معرفی کرده که 113 میلیون هست. میبینیم که قیمتش با اون چیزی که ما گفتیم فرق میکنه. بعد یه سری توضیحات گفته که بررسی کردم، توضیحاتش البته دقیق بود. و در ادامه اومده یه سری مدل‌های دیگه رو گفته، جدول مقایسه اومده اچ پی رو معرفی کرده جزء گزینه‌های خوب و همونطور که میبینید دیجی کالا رو معرفی کرده، یعنی خریدارش رو هم میاد معرفی میکنه. در ادامه هم اومده یه سری انتخاب برای کسایی که حالا میخوان به اصطلاح اقتصادی خرید کنن رو معرفی کرده و در نهایت یه راهنمای سریع داره و نکات خرید رو گفته. همونطور که دیدید هوش مصنوعی خیلی دارن پیشرفت میکنن، ولی سئو قرار نیست از بین بره، بلکه به عنوان یکی از کانال‌های بازاریابی باید بهتر انجامش بدید. ویژگی محصولتون باید کامل باشه. ویژگی‌ها، مزایا، معایب، FAQ، عکس، هر چیزی که لازمه باید داخل صفحه محصولتون باشه که جواب نیاز کاربر رو بده. سرچ برندتون باید بیشتر کار کنید، چون همونطور که دیدید وبسایت‌هایی رو نشون میده که برندهای بزرگتری هستن. از اسکیما حتما استفاده کنید و استراتژی درست برای سئو داشته باشید. اگه دنبال آموزش‌های بیشتر هستی فالو کن.